محبوبه بقایی و خواننده صنف دهمی مؤسسه تعلیمی رقم 10 شهر خوجند می باشد. وی همراه یک گروه همسبقانش در روز درهای گشاد به ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی ولایتی سوخت آمد. میگوید اشتراکش در این چاربینی بار اول است. خوانندگان در این روز با تجهیزات و تکنیک‌های کمیته حالتهای فوق‌العاده از نزدیک شناس شده به خود معلوماتی ضروری گرفتند. با آنها از جانب مسئولین ریاست طرز درست استفاده تجهیزات و تکنیک‌های ضروری فهمانیده داده شد. بسیار تجهیزات‌های زیاد ضد آفت‌های طبیعی، زمین جنبی، سیل، یرچ درباره همین آفت‌ها شناخته شده. همش خیلی شاق‌آور بودند. روز درهای گشاد در ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت سوخت صبح شنبه سنه هفته گذشته در صحن ریاست برگزار گردید. آموزگاران و بیش از 50 نفر خوانندگان مؤسسه تعلیمی رقم 10 شهر خوجند در این چاره‌بینی اشتراک نموده از فعالیت کاری و طرز استفاده تجهیزات و تکنیک‌های کمیته حالتهای فوق‌العاده شناسایی پیدا نمودند. معاون کماندری دسته زودآمدی نجات‌دهی ریاست پولاد سلطانزاده به خوانندگان اوید استفاده چندی از تجهیزات و تکنیک‌ها معلومات داده تاکید کرد که درهای گشاد به مناسبت روز بین‌المللی کاهش خوف آفت‌های طبیعی تشکیل کرده شد. هدف پیشگیری از آفت‌های طبیعی و با این وسیله بلند برداشتن سطح معلومات‌نوکی خوانندگان و نورسان محسوب می‌شود. همین چیز قطعی مثلا دیوال بده این تو رسانده مثلا آواز برورد تفتیش دیل یا گاف زنند مثلا گوش نشنوید این کتی سپکانه شنویده میشه. این برای همین خیلی چیز. گروه خوانندگان در صنفخانه ریاست با لوازمات و اسباب‌های هنگام حادثه‌های فوق‌العاده استفاده شونده شناس شدند. با آنها از جانب مسئولین درسی عملی تشکیل کرده شد که در آن خوانندگان آزادانه به سوال و معمای خود پاسخ گرفتند. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی نیز از اشتراکشان در روز درهای گشاد اظهار قناعتمندی نمودند، زیرا این اقدام مسئولین برای آنها خیلی پسند آمد. حالت فوق‌العاده این یک وضعیت است که در حدود معین در نتیجه صدمه‌ها، ظهورات طبیعی، خطرناک، فلاکت‌ها، آفات طبیعی و دیگر آفات به وقوع آمده به تلفات جانی، ضرر به صحت آدمان، خسارات نظررس مادی و خلل‌دار نمودن شرایط کاری زندگی آدمان آورده رسانیده است یا اینکه آورده رسانیدنش از احتمال دور نیست. سردار شعبه حفظ اهالی و حدود ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت سوخت شادیجان رازقاف هنگام صحبت با ما گفت که تشکیل روز درهای گشاد در ریاست امکان می‌دهد تا سطح دانش جوانان در سمت پیشگیری حالتهای فوق‌العاده بلند برداشته شود. همچنین این اقدام برای هوسمند کنی جوانان به صف قواهای مسلح و کار در ساختارهای حربی مساعدت می‌کند. مقصد گذراندن ما از آن عبارت است که برای پیشگیری نمودن رفع حالتهای فوق‌العاده، پیشگیری نمودن حالتهای طبیعی تکنگینی، حالتهای فوق‌العاده در همه پس کردن خطوط طبیعی پیشگیری که با خوانندگانی که مثلا در مؤسسات تحصیلاتی عمومی در دانشگاه هستند ما با کار فرماندهی پیشگیری نمودن رفع حالتهای فوق‌العاده با ها گفته فرماندهی می‌گذرانیم. مسئولین ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی تاکید کردند که تشکیل و برگزاری روز درهای گشاد در ریاست به حکم عنعنه درآمده است و آن همه ساله گذرانیده می شود. این اقدام بخشیده به روز بین‌المللی کاهش خوف آفت‌های طبیعی که همه ساله سنه 13 اکتبر تجلیل کرده می شود روی دست گرفته شده است. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.